پیغمبر خاتم فرمود اگر کسی نگاه محبت آمیز به دخترش بکنه، هر نگاهی که به دخترش میکنه و هر لبخندی که میزنه، آیین علما تو روایت ببینید 100,000 حجة مبروره. به هر نگاهی که با مهربانی، آقایونی که دختر دارید تو خونتون، هر نگاهی که با مهربانی شما به دخترت میکنی، خاتم انبیا فرمود برای هر نگاه و لبخندی که به دخترت میکنی 100,000 حج مقبول رو برات مینویسه. ما اینو برای پسر نداریم. پیغمبر خاتم فرمود پسر نعمت است. گفت یا رسول الله و دختر چی؟ فرمود دختر رحمت است. گفت چه فرقی میکند بین رحمت و نعمت؟ فرمود نعمت بازخواست میشه، اما رحمت جایزه ویژه خدا به هر کدوم از بنده‌هاش که دوستش میداره دخترش. این نگاه اسلام به دختر است.